سید احمد سنگوی 54 ساله مسئول شرکت امکان 2015 که نوربیبی منصور و ساکن ناحیه واسه و مادر 15 فرزند را برای کار به عربستان سعودی فرستاده بود بازداشت شده است. عمرجان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که علیه سنگوف بر اساس ماده 130 کدکس جنایی یعنی آدم روایی پرونده باز شده تحقیق قضیه ادامه دارد. سید احمد سنگوف مسئول شرکت امکان 2015 در نتیجه شکایت نوربیبی منصورова دستگیر شده است که اول هفته جاری از سعودی به تاجیکستان برگشت. او گفت مسئول شرکت امکان 2015 با بهانه تامین کار در خارج کشور او را به شهر ریاض عربستان سعودی برده 1 سال و 2 ماه مجبوری کار فرموده است. او ادعا دارد که در این مدت حق کارش نیز پرداخت نشد. صنعت صالح و رهبر سازمان جمعیتی فهمیده که به قربانیان قاچاق انسان و افرادی در غلامی قرار داشته کمک میکند. روز 12 اکتبر بر رادیو آزادی گفت برای پیدا کردن کار به نوربیبی یاری خواهند کرد. نوربیبی منصورova ساکن ناحیه واسع ولایت ختلان 2 هفته پیش در یک تماس ویدیویی بر رادیو آزادی گفت در خانه کارفرما چون غلام به سر میبرد و صاحب خانه زن با دخترش روزی نیست که او را زیر لط و کوب قرار ندهند. او در شرح قصه سفر خود به عربستان سعودی گفت قبلا بنابر مشکل روزگار میخواست به مهاجرت کاری به روسیه رود ولی خواهرانش مانع شدند. نوربیبی گفت یک روز در بازار ناحیه واسع مرد با نام حاجی اسکندر در آشخانه‌ای که کار میکرد خوراک خورد و پیشنهاد کار در سعودی را نمود. با وجود مخالفت دخترانش او شوهرش را برای رفتن به سعودی راضی نمود. در روز 10 آگوست سال 2016 طریق هواپیما به عربستان سعودی پرواز کرد. این زن گفت با او وعده کردند که در سعودی زن پیری را نگاه و بین میکنند و ماهانه $600 دریافت خواهد کرد. ضمناً دوام 3 ماه یک بار امکان بازگشت به وطن و دیداربینی با پیوندان را دارد. پس از 2 سال کاری میتواند مراسم حج را ادا نماید. نوربیبی منصورova در شهر القریه صدیقه از سفیر عربستان سعودی در خانه مرد عرب خدمتکار بود. این زن اول هفته جاری از سعودی به وطن آورده شد.